مردی بلند شد رفت قله رو فتح کنه. شبانه ابرا آمده بود جلوی ماه، هیچ چی دیده نمیشد. یک دفعه پاش سر خورد، از اون بالا آمد به سمت زمین. گفت خدایا به فریادم برس. یک دفعه به این تنابش آویز شد. هوا سرد داشت، یخ میزد. این تناب رو گرفته بود. گفت خدایا نجاتم بده، دارم یخ میزنم. ندا آمد ما رو به عنوان خدا قبول داری؟ بله تو خدایی، کیه که تو رو قبول نداشته باشه؟ ندا آمد چاقو رو از جیب دریار، تناب رو ببر. گفت نه دیگه خدا، قرار این نبود. من نجات میخوام، قرار نیست من رو به کشتن بدی. تناب رو محکمتر گرفت. فردا گروه امداد آمدند، در گزارششون نوشتند یک کوهنوردی رو پیدا کرده بودیم، تناب رو محکم گرفته بود و یخ زده بود و مرده بود، در حالی که تا زمین 1 متر بیشتر فاصله نداشت. توکل اینجایه. قرار نیست زمین رو ببینی تناب رو ببری، قراره وقتی خدا گفت تناب رو ببر بگیم چشم بریدم. توکل این است که به وعده الهی ندیده ایمان بیار.